هلو. خب بریم با خاله کیک درست کنیم، موادمون رو آماده کنیم. بریم مواد کیک رو با خاله آماده کنیم بچه ها. حالا یه توضیح هم برای بچه ها بده تو ولاگم. روغن 150 گرم اضافه میکنید. من ترکیبشون کنم. تو همین خاله؟ 3 تا تخم مرغ میشکنیم. چند میرم گلاب؟ پشت صحنه رو دارید با من. تخم مرغ میره توی تخم مرغ زادی تو نکردی. آره. وایسا وایسا. یکی که صدای سگ میده. آره الان سوزه میکشه. درود درود. با همین هم یه توفه خاله. اینم همیشه در خود. آه یعنی چند بار میپزی همیشه؟ اینا چجوری میزنی؟ اینا چیکار کنم؟ با یادم چجوری باز کنم؟ فهمیدم. اینا خیلی نازکه. بیا باز شروع کن. تو بگو. آفرین. کاغذها رو اضافه میکنیم به قالب. تخم مرغ هم آماده شدن بخوردم. ماست رو اضافه میکنیم. ماست و گلاب رو اضافه میکنیم. یه 2 دقیقه میزنیمشون. بریم بزنیم. اولین فرصت داشتم برای پک شیرینی پزی میگیرم. پک شیرینی پزی. خب کاغذامو دیگه نیاز به چرب مروی اصلا ندارم. اصلا دیگه یه همین نداشتیم. خب کاغذ تموم کردیم بچه ها. بیکینگ پودر اضافه می‌کنیم. یه قاشق غذاخوری دیگه علکی نمی‌خوام. همینو یه قاشق غذاخوری داشت. بس حالا کش کنم. ساله. آره. اینا واسه دایس می‌کنی؟ دیگه حالا از این پیشم می‌کنم. با ساله. بچه ها اینه نمیذاره یه ویدیو بگیریم از کیک پزی. روغن حالا اضافه نکنیم. چی میبینم؟ یه چشه رنگ. الان میتونی بیای ساله. الان میتونی بیای اینجا. الان دارم میگم سلام. بیا الان میتونی بیای. سلام سیسیلا همه خدا مونم یکم مشکل دارن. بیا دوستم سوگند. سلام کن. سلام. ما میریم برای ادامه شیرینی پزی با خاله. خب زعفرون اضافه میکنیم. هم میکنیم او هنوز روغن اضافه نمیشه. زعفرانشو بس بیشتر. بس بزن. چه خمیری شده. بچه ها خمیرتون باید به این غلظت برسه. درسته؟
خب باید چیکار کنیم؟ روغن روغن اضافه فکر کنم خودش کم باشه. نه وایسه چون میپره روغن. خودت میخوای بزنی؟ بیا مری بیا پیتزا رو. ما این وسط پیتزا هم درست کردیم. وایسا حالا میریزیم داخل قالب تا نصف قالب تا نصفه قالب. روغن با روغن وسط این یه ترفنده با روغن میزنیم وسط کیک. حالت ضربه در. حالت ضربه دری میزنیم. کیک کنجد رو اضافه میکنیم. بعد که روغن رو ریختیم کنجد رو این ساله است. ورزشگاه اینجوری اون رو ضربه دری نزدم. آه. اینجوری کنجده رو میزنیم برای حالا آماده میشه بره تو فر. مدت رو رب ندش اوی تو چقدر هنرمندی. طوری نیست.